گذرگاه زیرزمینی نزد فروشگاه مرکزی دوشنبه در روزهای عید همیشه سر آدم است. در رسته‌های گل فروشی ده‌ها نمود دسته‌های گل را پیشکش خریداران کردند. فروشنده‌ها میگویند فایده‌ای که از فروش گلدسته‌ها در روز 14 فوریه به دست می‌آید در مقایسه با عیدهای دیگر بیشتر بوده است. به قول آنها این از آن درک می‌دهد که روز ولنتین یا روز عاشقان در تاجیکستان تا رفت محبوبیت کسب می‌کند. این سالبان اختیاری باشد اینا رسمی سودا میشن 10 12 تا 8 سودا میشن در دیگر روزا. این وقتا 15 است میشه 14 است میشه. اصلا هفتگی میگیرن چطوری نقص میگیرن 5 تگه هفتگی بعد 15 21 خیلی بیشتری بکیتش ما همین قضیه. اصلا تاریخ ما بسیار شده بکیت کلان زکازو کلان تو 401 شده. روز عاشقان به تقویم ساکنان تاجیکستان چند سال قبل همراه شده است. اگر 10 سال پیش عید عاشقان را به طور خاص تنها جوانان شهری قید می‌کردند، اکنون به صف آنها دانشجویان و خانواده‌های جوان نیز همراه شدند. همین روز اصلا روز خرسندی است برای هم جوانان هم دخترها هم پسرها. من همین روز رو هر سال جشن می‌گیرم و همین گل زیبا رو و همسر خودم و اولای خودم فرانگیز جان و همون کاز گرفتم و همه میخواهم که همین روز عاشق شوم یکدیگر رو دوست دارم دخترها زنک‌ها رو حرمت کنم. در سرتاسر دنیا روز ولنتین یا روز عاشقان با مصرفات عظیم تجلیل می شود. مثلا امسال در ایالات متحده آمریکا خرج عمومی اهالی در این عید بیشتر از 17 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. معشوقان در آنجا به همدیگر بیشتر تحفه‌های قیمت تقدیم می‌کنند. در تاجیکستان باشد برای جوانان روز عاشقان با ارزش نه کمتر از 15 دلار انجام خواهد یافت، یعنی یک دسته گل 100 برگ، کارت تبریکاتی و تحفه خاطرمان. جوانانی دارا باشند همراه معشوقه خود به تفریحگاه‌ها می‌روند. مثلا دیور روز 14 را 20 سومانی سری آدم میموند. VIP клуб برای یک نفر آدم 50 سومون، لیکن دخترها به پول، بچه ها پولکی. خیاط 388 سومون سر یک آدم. اگر این آدم با یگان دختر بیاد 41 سومون کمتر میکنند. اما در تاجیکستان مخالفان تجلیل از روز ولنتین یا روز عاشقان نیز کم نیستند. افراد مذهبی و روحانیان میگویند که جشن گیرنده های این عید از تاریخ آن خبر ندارند. به گفته آنها اگر ساکنان تاجیکستان از خصوصیت دینی داشتن روز ولنتین یا روز عاشقان آگاه شوند از جشنگیری آن دست خواهند کشید.